سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک مقدار پراکی آسانک زیبره تیار میکنیم. من مکتبم سر شد برای فرزندای صبحانه‌شان بینه نفس ملایم بیاد و محصولات عادی تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 2 پیاله آرد، 1 پیاله شکر، 1 پیاله سمیتانه. جای سمیتانه میتونید کفیر و جرغاتم استفاده برید. روغن رستنی 1 پیاله پرنه، 2 دانه تخم، 3-4 قاشق کاکائو، 1 قاشقچه چای ساده و 1 قاشقچه اکسوس لازم است. در اول من 2 دانه تخم میگیریم. من 2 دانه تخم، من شکر، روغنی رستنی و سمیتانه را همراه میکنیم. من 1 قاشقچه چای ساده و من اکسوس همراه کنیم. بالی محصولاتی تیار کردیم و همراه میکنیم. همه محصولاتمو با وینچی آمیخته میکنیم. محصولاتی آمیخته کردیم و کم کم آرده همراه کنه. باری دیگر همیشه آمیخته میکنیم. دویم آردمه من با پیاله چینه کردم که برای شما فهماتر شود. من خمیری ما هم تیار شد. خمیر من را به 2 قسم برابر تقسیم میکنیم. من خمیر را به 2 قسم برابر تقسیم کردم. 1 قسمش به من 2 قاشق کلان کاکائو همراه میکنیم. میتونید اضافه تر کنید یا کمتر کنید. همراه میکنیم. من کاکائو نشم آمیخته کردم. من سفید و سیاه شد. من قالب سیلیکونی به کمتر مسئله مالیدم. میتونید قالبایی همون تارت پان پذیر میشه. من اول 1 قاشق خمیری سفید، 1 قاشق دیگه من سیاه همراه میکنیم. بالی سفیدم با 1 قاشق دیگه سفید. همینطور قالب پر میکنیم. من 1 قاشق همینطور میگیریم قالب. این خیلی ویدیو هست یوتیوب هست و خیلی با رسیپتی خودم تیار میکردی تیار کردم. من خمیره گرفتیم قالب کو من گام چوبچکی من به قسمت تقسیم میکنیم. با مدتی 30-35 دقیقه به 170 درجه به تفتان میگذاریم. نه چگونه میبینید پراکی ما هم تیار شد. نه چپکه میبینیم که درونه چقدر تیار شده است. برای آرایشش کمتر ساخنی پودر میپاشیم. اکنون درونش ریزه کریم میبینیم چقدر تیار شده است. ملایم آمده است. من درونی پیراکی ما چقدر تیار شده است. نگاه خیلی خام ماندگی نیه.
شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید و پیشرفتی کنید و یارو دوستای دعوت. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.